و بالای زمین سبزی میکند، وقتی این آب که بارید تمام مردم مثل سبزه گفت از زمین میبراید. لیس من الانسان شیء الا یبلى، از انسان گفت از استخوان جسد انسان چیزی نمیماند که ناپوسیده ماند الا عجب الظن. پیغمبر گفتند مگر عجب الظن گفتند باقی میماند. منه یرکب الخلق یوم القیامه. پیغمبر خدا گفتند از همین عجب الظن روز قیامت مردم چکار میکنند؟ نشک و نما مییابند. این عجب الظن به شما خبر داده بودیم یک استخوانی هست از قسم پس پشت ما و شماست که خیلی سخت است، همان نمی پوسیده است، در زیر خاک همان سختی هم باقی میمانده است و روز قیامت خداوند از همون ما و شما را چکار میکند؟ بار دیگر بازنده میگرداند. خداوند در قرآن میگوید این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. محمد بر تمام بندگان من خبر بده اگر دعوا کنند که ما خداوند دوست می‌داریم هر آینه پیروی تو شوند، پیروی سنت های تو شوند. یحببکم الله، این صورت در من هم اونها را دوست می‌دارم خدا گفت. و یغفر لکم ذنوبکم، بعد دوست داشتنم این که تمام گناه اونها را مغفرت بکنم. تمام بندگان من اگر محب محمد باشند، پیرو محمد باشند، من اونها را دوست می‌دارم. خدای ما و شما خبر می‌دهد و گناه اونها را مغفرت می‌سازد. والذی نفس محمد بیدی، پیغمبر خدا گفتند قسم بر آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من نفسه و ماله و ولده و الناس اجمعین. قسم بر آن ذاتی که جان این پیغمبر شما در دست اوست، ایمان شما این مردم کامل نیست. شما مسلمانی کامل و پررن نمیشوین تا آن زمانی که اگر از جانهاتان دیده، از پول و مالتان دیده، از فرزندهاتان دیده، از پدر و مادر و خویش و تبار و یار و رفیقتان دیده محمد را دوست ندارین، ایمان شما کامل نیست. اینا پیغمبر خدا گفتند. حبیبم را کسی که دوست دارد، حبیبم را کسی که دوست دارد، کجا مالک ورا دوزخ درآرد. و جان و دل محبی مصطفی باش، و یارانی محمد جان فدا باش. حضرت مولوی میگوید هر کسی که محبت محمد اگر در دلش داشته باشد وای اصلا وارد دوزخ نمی شود. فریده میگوید که راوی این حدیث است اهل الجنتی 20 و 100 صفا، روز قیامت جنت 120 صف می شود. عددی را خدا می داند هر صف چند آدم دارد. 80 من هذه الامه و 40 من سایر الامم. پیغمبر خدا گفتند 80 صف این جنتی ها از من است، 40 صف این از تمام پیغمبرهای دیگر است. 80 صف جنتی ها از امت محمد صلی الله علیه و سلم است. دویم نامه اعمال است. خداوند در سوره تکویر میگوید و اذا الصحف نشرت، ما برای شما در روز قیامت نامه اعمال میدهیم که این را باز خداوند در سوره انبیا هم خیلی روشن گردانیده است. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بک اليوم. خدا در قرآن میگوید روز قیامت وقتی شما زنده میگردید در گردنهای شما نامه های اعمال شما مثل گردنبند بار کشال میسته.
و او را ما کشاده میگردانیم و میگوییم بخوان کتابت را. آن روز شما این کتاب را میخوانید، از کردارهای نیک و بدتان شما خود در آن روز آگاه میشوید. فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. خداوند در قرآن میگوید وقتی که اگر شما را من نامه اعمالتان را به دست راستتان دادم چی میشود؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. آسانی تو حسابی تو بسیار به آسانی انجام می‌یابد. تو در حالت حساب نجات می‌یابی. و ینقلب الی اهله مسرورا. وقتی که نامه اعمال تو به دست راستی تو داده شد، تو خندان و شادان به نزد اهل خود وارد جنت می‌گردی. این قرآن برای ما و شما حکایت می‌کند. و اما من اوتی کتابه وراء ظهری فسوف یدعو ثبورا و یصلی سعیرا انه کان فی اهله مسرورا انه ظن ان لن یحور بلا ان ربه کان به بصیرا. خدا میگوید وقتی که اگر نامه اعمال شما به دست چپ شما داده شد یا از جانب پشت شما داده شد، این حالت شما هلاک خواهید شد. و یصلی سعیرا و شما وارد دوزخ میگردید. انه کان فی اهله مسرورا. این آدمی که به دست چپ خدا میگوید نامه اعمالش گرفته بود، در دنیا با خانواده خود خیلی خرسند بود. حتی چنان ماشین های رنگارنگ و چنان منصب و دولت وی را مست مغرور کرده بود که بار قیامت یادش نمی آمد. حتی در بین همون اولاد خودش بسیار خوشنوده بود که میگفت که این قیامتم حق نیست، این حسابم حق نیست، نامه اعمالم حق نیست. انه ظن گمان میکرد. خداوند میگوید در گمانش میگذشت. چی میگذشت؟ اینکه دویم بار زنده شدن نیست، لیکن خداوند میگوید بله انه کان، بله میگوید خداوند، بلکه این نامه اعمالم حق است، روز قیامتم حق است و جواب سوال و جوابم حق است. فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها اقرأوا کتابیه. در دیگر جای قرآن خدا چی میگوید؟ وقتی نامه اعمال را به دست راست دادیم، ها اقرأوا کتابیه. ها مفسران میگویند این معنای بگیرید را دارد. فریاد میزد است بگیرید کتاب من را بخوانید. وقتی به دست راست ما و شما میداد است، این الک مژده نجات است. میگفتند فریاد میزدند بیایید کتاب من را بخوانید. اینی ظننت، من گمان میکردم اینکه روز قیامت البته با حساب خود رو که ما با حساب خود رو پرو شدیم. خداوند بعد نامه اعمال بر او دادن چی میگفته است؟ میگفته است میگفته است در جایی که برای تو پسندیده هست، برای تو در آن جایی که تمام نعمت هست، رو از وی استفاده کن. قطوفها دانیه. هر میوه‌ای که انسان میخواهد خداوند جنت را وصف میکند. هر میوه، هر خواهشی که انسان میخواهد، خواه در حالت نشسته باشد، خواه در حالت کچپلو باشد، خواه در حالت راستا باشد، دست او به اون میوه ها میرسد. قطوفها دانیه کلوا واشربوا حنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. همین انسانی که به دست راست نامه را میگرفت است، خدا میگفت است بخور و بنوش این نعمت های جنت را، زیرا که تو در دنیا برای این روزهای مشکلات چیکار کردی؟ نیکی های زیادی روان کردی.